تصور کنید مکان‌هایی در دنیا وجود دارند که حتی نزدیک شدن به آنها ممنوع است. جاهایی که به دلایل امنیتی، تاریخی یا حتی ترسناک بودن هیچ کس اجازه ورود به آنها را ندارد. آیا این مکان‌ها واقعاً خطرناکند یا اسراری درونشان پنهان شده که نباید فاش شود؟ در این ویدیو شما را با 5 مکان فوق‌العاده ممنوع و ممنوع آشنا می‌کنم که ورود به آنها تقریباً غیر ممکن است. بریم سراغ مکان اول، جزیره مارها در ویلز. اولین مکان در لیست ما یکی از ترسناکترین و مرگبارترین نقاط روی زمین است. جزیره‌ای در برزیل که ورود به آن کاملا ممنوع شده و دلیل آن چیزی نیست جز مارهایی که در هر گوشه و کنار این جزیره حضور دارند. نه یکی، نه 10 تا، بلکه هزاران مار سمی که میشکانها میتوانند در کمتر از 1 ساعت باعث مرگ شد. این جزیره که با نام گراند شناخته می شود آنقدر خطرناک است که حتی دولت برزیل ورود افراد عادی را به آنجا کاملا غیرقانونی اعلام کرده است. آیا حاضرید به چنین جایی قدم بگذارید؟ مکان دوم، آرشیو مخفی واتیکان در ایتالیا. اگر فکر میکنید کتابخانه ها فقط برای مطالعه هستند، سخت در اشتباهید. در اعماق واتیکان مکانی به شدت حفاظت شده وجود دارد که فقط افراد خاص اجازه ورود به آنها را دارند. اینجا آرشیو مخفی واتیکان است، جایی که هزاران صنعت تاریخی، برخی از کهن‌ترین کتاب جهان و حتی اسنادی که گفته می شود حقیقت‌های مخفی درباره مذهب و تاریخ در آن پنهان شده. ورود به این آرشیو برای عموم مردم کاملا ممنوع است و حتی بسیاری از محققان اجازه دسترسی به تمام بخش‌های آن را ندارند. آیا واتیکان چیزی را از ما پنهان می‌کند؟ مکان سوم، منطقه 51 آمریکا. حالا به یکی از بحث برانگیزترین و مرموزترین مناطق جهان می‌رسیم. منطقه 51 پایگاه نظامی در آمریکا که نام آن همیشه با داستان‌های مربوط به کشتارکننده‌ها و موجودات فضایی گره خورده است. سالها دولت آمریکا حتی وجود این پایگاه را انکار می‌کرد، اما حالا مشخص شده که این منطقه برای آزمایش‌های خودسری نظامی استفاده می‌شود. اما سوال اینجاست، آیا فقط آزمایش‌های نظامی در اینجا انجام می‌شود یا چیزی فراتر از آن در حال رخ دادن است؟ بسیاری معتقدند که اینجا محل نگهداری تکنولوژی‌های بیگانگان است که در گذشته در زمین سقوط کرده‌اند. شما چه فکر می‌کنید؟ حتما نظرتان را در کامنت ها بگویید و ما رو سابسکرایب حتما کنید. بریم سراغ مکان چهارم در هند، یعنی جزیره سنتینل شمالی. تا حالا به این فکر کرده اید که ممکن است در دنیای مدرن امروزی هنوز هم قبیله‌های وجود داشته باشند که هیچ ارتباطی با جهان بیرون ندارند؟
یکی از این قبیله ها در جزیره کوسر در اقیانوس هند زندگی می‌کنند. جایی که ورود به آن می‌تواند برای هر کسی خطر جانی داشته باشد. اینجا جزیره سنتینل شماری است. جایی که قبیله سنتینلی ها زندگی می‌کنند. آنها هزاران سال است از تماس با دنیای بیرون خودداری کرده‌اند و هر کسی که به جزیره آنها نزدیک شوند با تیر و کمان مورد حمله قرار می‌گیرند. حتی دولت هند نیز اعلام کرده که هیچ کس نباید به این جزیره نزدیک شود. چرا این مردم اینقدر دشمن حدود غریب ما هستند؟ آیا آنها چیزی را از ما گرفته‌اند؟ بریم سراغ مکان آخر، متروی مخفی 2 در روسیه. در زیر خیابان‌های شلوغ مسکو یک شبکه مخفی از تونل‌های زیرزمینی وجود دارد که تقریباً هیچ اطلاعات رسمی درباره آن منتشر نشده است. اینجا متروی 2 است، یک سیستم راه آهن مخفی که گفته می شود در دوران شوروی ساخته شده تا در مواقع بحران مقامات بلندپایه را به مکان‌های امن منتقل کند. این تونل ها چنان سریع هستند که وجود آنها حتی توسط دولت روسی تایید نشده است. برخی میگویند این مترو هنوز هم در حال استفاده است و در دل آن رازهای مهمی پنهان شده. آیا این فقط یک افسانه است یا واقعیت دارد؟ نظرتان را کامنت کنید. خلاصه که خب این هم از 5 مکان ممنوعه است. هیچ کس اجازه ورود به آنها ندارد. حالا نوبت شماست. به نظر شما کدام یکی از این مکان‌ها رازهای بزرگتری در خود پنهان کرده است؟ اگر می توانستید وارد یکی از این مناطق شوید، کدام را انتخاب می کردین؟ نظرتان را در بخش کامنت ها بنویسید و اگر از این ویدیو خوشتان آمد حتما لایک کنید و دکمه سابسکرایب را بزنید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. خدا نگهدار.